سلام. میدونستی بعضی کارهایی که هر روز انجام میدی باعث میشه پوستت پیرتر بشه؟ حتی اگه کرم ضد چروک استفاده بکنی؟ حالا بیا بعضیاشو بهت بگم. یک، اگه خواب ناکافی داشته باشی، اگه تو روز کمتر از 6 ساعت بخوابی، پوستت زمان پیدا نمیکنه که خودشو ترمیم بکنه. یا اینکه از ضد آفتاب استفاده نکنی. اینو فراموش نکن، حتی زمانی که توی خونه هستی باید ضد آفتاب بزنی اگه دوست داری یه پوست شفاف و خوب داشته باشی. سومین حالتش به خاطر اینه که زیاد با پوست صورتتون ور میرین، پوستتون رو ماساژ میدین، لمس میکنید، به خصوص موقعی که گوشی دستتونه یا به چیزای آلوده دست میزنید. به پوستتون وقتی دست میزنین باعث میشه که التهاب ایجاد بشه و این التهاب به مرور باعث پیری پوستتون میشه. رژیم‌های سخت و ناگهانی، کسایی که سریع میان رژیم میگیرن، رژیم‌های وحشتناک میگیرن، پوست دهیدره میشه و باعث شلی و افتادگی پوستتون میشه. حتی اگه بیای کرمای ضد چروک رو استفاده بکنی، بازم پوست خوبی نداری. حالا میخوام چند تا نکته بهت بگم که چطور یه پوست شفاف و جوان داشته باشی. اول اون زنگوله بالای پیج رو بزن، کانال رو سابسکرایب کن، ویدیو بعدی رو هم از دست ندی. روز خوبی داشته باشی.